السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین مادر مؤمنین خدیجه رضی الله عنها ازدواج کرد و با مال و ثروت خدیجه رضی الله عنها تجارت میکرد، روز بارشی سخت شد، یعنی بارانی زیادی بارید و سیل شد. کعبه را قریب بود که ویران کند. در روایت دیگری گفتند که زن درون کعبه در آمد و با چوبهای خوشبوی کعبه را خواست خوشبویی بدهد. ناگهان آتش به دیوار کعبه رسید و کعبه سوخت. خب به هر حال کعبه ویران شد، یعنی ویران شده بود و حتمی بود که از سر نو کعبه را بنا کنند. بزرگان مکه در دارالندوه جمع شدند و مصلحت کردند که کعبه را از سر نو باید بنیاد کنند. اکنون فکر میکردند چطور کعبه را بنا کنند. چوب زیادی لازم است، نمیدانستند چطور بنیاد کنند. اهل مکه خانه ها را از لای و از گل می ساختند و ابراهیم علیه السلام کعبه را با سنگ و با چوب بنا کرده بود. برای همین بسیار مشکل بود، یعنی خانه کعبه را بنا کردن برایشان بسیار مشکل بود و همچنین چوب دسترس نبود. مکه بیابان است و از چوب تنقیسی دارد. در همان وقت در منطقه جده یا اینکه جده کشتی شکسته شده بود و آب او را به ساحل آورده بود و چوبهای همون کشتی را به مکه آوردند. یعنی اکنون چوب هست، اما کسی لازم بود که با سنگ کعبه را بنا کند، یعنی شخصی ماهر باشد در بنا. به مکه غلام مصری را آوردند که کارش بنا با سنگ بود. و بار دیگر بزرگان مکه جمع شدند تا که برای بنای کعبه مال جمع کنند، پول جمع کنند و شرط گذاشتند که مالی که جمع می شود برای بنای کعبه پاک باشد. یعنی از هر کسی که می دانند که از طریق حرام یعنی تجارت می کند، یعنی که پول در دستش است، از اون مال قبول نمی کردند. مال را جمع کردند ولی کم بود. اکنون باید کعبه را ویران میکردند و با مالی که کم است با همون کعبه را بنا میکنند. حادثه فیل در یاد آنها بود، یعنی وقتی که ابرهه با فیل آمد و میخواست کعبه را ویران کند، الله متعال لشکرش را همه آنها را هلاک کرد. برای همین میترسیدند و هیچ کسی نخواست کعبه را ویران کند. هرچند که میپرسیدند کیست، یعنی کی میبراید، کی کعبه را ویران میکند برای از سر نو بنا کردن، همه میترسیدند. از بینشان ولید ابن المغیره پدر خالد رضی الله عنه گفت من با پسرانم کعبه را ویران میکنم. و ولید ابن المغیره با پسرانش شروع به کار کرد، یعنی آیسته آیسته دیوارهای کعبه را یعنی ویران میکرد. بسیار مانده شد. به اهل مکه گفت من را یاری کنید. آنها گفتند نه، ترسیدند. ما پگاه میبینیم با تو چی میشود، یعنی با تو و پسرانت چی میشود. اگر عذاب الله بر شما نازل نشود ما یاری میکنیم. پگاه سحر شد. اهل مکه انتظار بودند. دیدن ولید ابن المغیره با پسرانش از خانه برآمدند، سالم، صحت، هیچ چیزی نشده است. اهل مکه هم آمدند و یاری میکردند، دعا میکردند اللهم لم نزغ، اللهم لم نزغ، اللهم انا لا نريد الا خیرا، اللهم انا لا نريد الا خیرا. پروردگارا فقط خیر را میخواهیم، پروردگارا ما فقط خیر را میخواهیم. و همینطور دعا میکردن از الله. یعنی کعبه را ویران کردن
کاری آسانی نیست، بسیار مشکل است، برای اینکه خانه الله است و هر کسی که دست میزند به کعبه میخواهد ویران کند، الله متعال او را هلاک میکند. برای همین بسیار میترسیدند و کعبه را کاملا، یعنی دیوالهای کعبه را کاملا از زمین پاک کردند. در زمانه ابراهیم علیه السلام کعبه فرق داشت از زمانه ما. یعنی که ابراهیم علیه السلام کعبه را چطوری ساخته بود، بنا کرده بود و اکنون فرق دارد. در زمانه ابراهیم علیه السلام کعبه از دو طرف در داشت، یعنی از یک طرف هر کسی که به کعبه می در آمد از یک طرف می در آمد، از طرف دیگر بیرون می بر آمد. ولی اکنون کعبه یک تا در دارد. و در زمانه ابراهیم علیه السلام حجر اسماعیل بود، یعنی یک خانه دیگر بود که حجر اسماعیل می نامیدند، یعنی خانه اسماعیل، آن هم در کعبه یعنی رسیده بود و شکل کعبه یعنی کمی تغییر داشت. در کتاب امام بخاری رحمه الله حدیثی روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه به عایشه رضی الله عنها فرمود: یا عایشه لولا ان قومك حدیث عهد بکفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهیم. ای عایشه، اگر قوم تو ایمانشان جدید نمی بود، یعنی اهل مکه یعنی جدید اسلام آوردند، اگر اینها یعنی ایمانشان جدید نمی بود، من کعبه را ویران میکردم و او را به همان اساسی که ابراهیم علیه السلام بنا کرده بود بنا میکردم. از جهتی که اهل مکه جدید ایمان آوردن، نو ایمان آوردن، یعنی تا حال ایمان در دل آنها استقرار نگرفته است، برای همین ممکن که فتنه شود. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من اگر آنها جدید ایمان نمی آوردم، من کعبه را ویران میکردم و بر اساسی که ابراهیم علیه السلام بنا کرده بود بنا میکردم. ولا ادخلت فیها الحجر، و حجر اسماعیل که در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین رفت، اون را هم در کعبه می در آوردم. ولا جعلت لها بابین، و کعبه را دو در بنا می کردم، یعنی دو در می ماندم در کعبه. یدخل الناس من احدهما و یخرجون من الاخر، مردم از یک در می در آمدند و از در دیگر بیرون می بر آمدند. از جهتی که قریشی ها مالی کم جمع کردن، گفتن چی قدری که توانستیم بنا میکنیم، یعنی چی قدری که زور و توانایی ما میرسد همان قدر ما کعبه را بنا میکنیم. وقتی کعبه را کاملا ویران کردن، دیوارهای کعبه کاملا صاف شد، دیگر دیوار کعبه نبود، اکنون اساس کعبه ماند، فوندامنت کعبه ماند. خواستن اساس کعبه را هم بکنند تا که از سر نو همه کعبه را از سر نو بنا کنند و مستحکم باشد. فوندامنت یا اینکه اساس کعبه را میکندند، به سنگ‌های سبز رسیدند و سنگ‌هایی که در اساس گذاشته بود مثل پشت شتر، یعنی بالای سنگ‌ها تیز بود و سنگ‌ها سبز بودند، به دیگر سخت چسبانده شده بودند. با آنها رسیدن، خواستند سنگ را از جایش بیرون بیارند، از تک سنگ نوری برآمد که قریب آنها را کور کند. گفتند سنگ را در جایش یعنی از جایش حرکت ندهید و فهمیدند که دیگر نباید پایان بروند و از بالای همان سنگ ها شروع کردند به بنای کعبه. دیوارهای کعبه را بنا میکردند تا اینکه به جای سنگ سیاه رسیدند، یعنی سنگ سیاهی که حاجیان از همون سنگ سیاه طواف را شروع میکنند و سنگ سیاه را بوسه میکنند، زیارت میکنند، به همان جا رسیدند
اکنون هر کسی میخواست همان سنگ سیاه را در جایش خودش بگذارد. یعنی یک شرف و احترام است که شخص با دست خود سنگ سیاه را در جایش بگذارد و هر کسی میخواست سنگ را در جایش بگذارد. عقیده اهل سنت و الجماعه در همین است که سنگ سیاه از جنت است ولی ضرر و فایده نمیرساند به انسان. یعنی یک سنگ است، سنگ مبارک است، از جنت است ولی فایده و ضرر نمیرساند. چطوری که در حدیثی روایت شده است، عمر رضی الله عنه وقتی طواف میکرد به نزد همان سنگ سیاه آمد و خواست بوسه کند سنگ را. با آواز بلند گفت تا اینکه مردم بشنوند: به خدا قسم من میدانم که تو سنگ هستی، ضرر و فایده نمیرسانی. اگر تو را رسول الله صلی الله علیه و سلم بوسه نمیکرد من هم نمیکردم. یعنی این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، برای همین بوسه میکنم، تو ضرر و فایده نمیرسانی. برای همین ما هم وقتی سنگ سیاه را بوسه میکنیم، زیارت میکنیم، اقتدا به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم و فایده و ضرر نمیرساند به ما. و در روایتی است که در روایت دیگری گفته شده است که یعنی همون سنگ سیاه سفید بود و سنگ را گناهان بنی آدم سیاه کردند. یعنی مردم وقتی گناه زیاد کردند سنگ از همان جهت سیاه شد. مثل که دل انسان در هر گناهی که انسان میکند یک نقطه گذاشته می شود، یک نقطه سیاه دل سیاه می شود. همین طور سنگ سفید بود ولی از گناه زیاد سنگ سیاه شد. هر کسی میخواست خودش سنگ سیاه را در جایش بگذارد. قبیله بنی عبدالدار کارشان وابسته به کعبه بود. یعنی کعبه را نگهبین میکرد قبیله بنی عبدالدار. قبیله بنی عبدالدار قسم یاد کردند که سنگ را ما در جایش میگذاریم و این کار ماست. کاسه پر از خون را آوردند و دستهای خود را در خون گذاشتند، یعنی با خون آلوده کردند و گفتند کسی بغیر از ما سنگ را میخواهد در جایش بگذارد خون ریزی میشود. بنو مخزون هم این ماجرا را دیدن، آنها هم کاسه پر از خون را آوردند و قسم یاد کردند کسی بغیر از ما سنگ را میخواهد در جایش بگذارد خون ریزی میشود. هر قبیله قسم یاد کرد. قبیله های زیاد بودند. قریب بود که در بین قریشی ها خون ریزی بزرگی شود. در همان وقت یکی از بزرگان مکه ابو امیه ابن المغیره میگویند 120 سال داشت. ابو امیه ابن المغیره گفت ای قوم، برای چی می جنگید؟ چرا خود را هلاک میکنید؟ یکدیگر را کشتید، در مکه کی میماند؟ بیایید یک شخص را اختیار میکنیم که در بین ما حکم کند و یعنی به جنگ همین کار حل شود. همه راضی شدند. آنها پرسیدند ای ابو امیه، کی را حاکم اختیار میکنیم؟ ابو امیه گفت کسی که حاضر یکم از دروازه بنی شیبه درآید حاکم می شود. یعنی اطراف کعبه چند تا دروازه داشت. یکی از همون دروازه ها دروازه بنی شیبه بود. کسی که اکنون یکم از همون دروازه درآید حاکم همون می شود و در بین ما همون حکم می کند. همه راضی شدند و همه انتظار بودند که کی از دروازه یکم می درآید. ناگهان دیدند رسول الله صلی الله علیه و سلم از دروازه درآمد. این در آن وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر نشده بود ولی عبادت را دوست می داشت. آنها دیدند رسول خدا می درآید، گفتند محمد راستگوی امین راضی هستیم به حکمش، ما راضی هستیم به حکمش. و چطوری که گفتم این حادثه پیش از اسلام شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و سبب
جنگ آنها را فهمید، لباس مبارک خود را برآورد و سنگ سیاه را با دستهای مبارک خود برداشت و بر لباس گذاشت و بزرگان همه قبیله را به نزد خود خواند و فرمود از طرف، یعنی همون لباسای همون بزرگان قریشی ها را گفت از هر طرف لباس را بگیرید و بردارید. سنگ را برداشتند و با دستهای مبارک خود سنگ را گرفت و در جایش گذاشت. با همین یعنی کاری که در بین قریش ها به جنگ می رفت، همین کار را از بین دور کرد و قریشی ها را از جنگ نجات داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم تا حال پیغمبر نبود ولی عبادت را دوست می داشت. یعنی الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را چنین حکمت عطا کرده بود.